رشد باغداری و به دست آوردن حاصل بلند میوه از رعایت درست اگرتکنیکای آن مخصوصا نگاهبینی درست درختان سخت وابستگی دارد. عالمان ساحه کشاورزی این شب و روز را موسم مساعد به شکل درآوری درختان می‌حسابند، زیرا در فصل زمستان درختان در حالت کرختی قرار دارند و به شکل درآوردن نهال‌ها امکانیت می‌دهد که محصول نوکی نهال‌ها بلند گردد. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص تهیه شده است. شکل‌دهی و بریدن شاخ و نودای درختان میوه‌دهنده و تاک چرابینی اگرتکنیکی است که برای سبزش منتظم رشد و بلند برداشتن محصول نوکی و صفت میوه انجام داده می شود. با درک مهمیت این مسئله، باغداران خواجگی دهقانی حسین شیخ ناحیه خراسان ولایت ختلان جهت به ترتیب درآوردن درختان به شکل درآوری نهال‌ها را آغاز نمودند. نهال‌ها را به شکل درآورده استودیم. هر یک نهال به خودش نازکی به شکل درآوری خودش دارد. مثال ما در پیش در نزد سوای اینتنسیوی قرار داریم. در وقتی به شکل درآوری حتما حاصل باید اول در نظر گرفتن در کار که در کجا حاصل هست و وقتی که میبریم ما مخچه بیرونه را نگاه کرده ما که کندلنگ میبریم که در وقتی بارش شد آب در همه جا نیسته. اگر آب در همه جا منع شود ممکن است که 10 یا 5 سانتی متر همه را خشک کنه. میدان باغ درختان میوه‌دهنده خواجگی دهقانی حسین شیخ 15 هکتار را تشکیل می‌دهد. اساس باغ میوه‌دهنده را نهال درختان سیب، آلوی سیاه، شفتالو، انار و غیره تشکیل می‌دهد. طبق توصیه عالمان ساحه، خواجگیداران می‌توانند شکل‌دهی درختان را وابسته به شرایط محل، نمود، نوع، سن و سال، آخر تیر ماه، زمستان و بهار انجام دهند. بریدن درختان در روزهای خنک زمستان که حرارت از 5 درجه پست باشد توصیه داده نمی‌شود. بنا به توصیه عالمان ساحه در نوبت اول شکل‌دهی را از درختان سیب، ناک شروع نموده آخر زمستان و اول بهار بیهی، آلوبالو، گلاس، زردالو، بادام و شفتالو را شکل دهند. باغداران در نزد خواجگی در میدان قریب 1 هکتار در شرایط گرمخانه پرورش لیمو را برآ ماندند که حاصل آن امروز فراوان به نظر می‌رسد. 80 سوتیخ لیمون کردگیم. یک 13-14 کس در همینجا کار میکنن، مهنت میکنن، معاش میگیرن. لیکن من امروز مهنت‌های ما همه خیلی ثمره داده است که من در مدت 2 سال این سال 3 سال شد ما مهنت کرده استادیم که یک برای بازار جمهوری تاجیکستان در یک سهم خدمت را بگذاریم و با مردم همینجا 4-5 آدم معاش یافته میخرن. این برای ما دولت. اهل زحمت خواجگی در آینده نیت دارند که میدان باغ درختان میوه‌دهنده را زیاد نموده برای ساکنان جای نوی کار فراهم آورد و در استحصال میوه‌های لذیذ وطنی سهم گذارند.